سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم جور سعادتمند باشید و زندگی به کامتان باشه. میخوام آمدم اینجا یک ویدیو تهیه کنم از این جوان رعنا و زیبا که بسیار انگیزه بازی کردن داره و همیشه شاد و خرمه. خود معرفی کو، نام تو چیه؟ علی. بچه اسکی؟ جمعه خان. خب امده اینجا سکار نی؟ نخشک. خب آفرین. تو نام تو چیه؟ اسحاق. بچه اسکی؟ بچه رای. آفرین. یه امده چی کار میکنی؟ لخشک میزنی؟ آفرین. لخشک خوب مزه میده؟ آفرین. اینال بین لخشک دین باشو میده. الان شروع کنی چی خم لخشک میزنی؟ برو. بسیار یه چیز خوب درست کرده. قمقمه را پاره میکنه، توش مینشینه و با اون لخشک میزنه. زمانهای ما هواپیما جور میکردیم، ما باش لخشک میزنیم. اما الان این جوانا زحمت نمیکشه، همون قمقمه رو میاد روش مینشینه و لخشک میزنه. امیدوارم که از این ویدیو خوش شما آمده باشه. خدا نگهدار شما.